خیلی ها دوست دارن ثروتمند بشن، خیلی ها دوست دارن که دست به خاک میزنن طلا بشه. اما خیلی وقتا ثروتمند شدن به کار زیاد نیست، به تلاش زیاد نیستش، راهکار داره. من میخوام یکی از اون راهکارهای ثروتمند شدن رو بهتون بگم. امتحانش هم مجانیه، نه نیازی به سرمایه داره، نه نیازی به کار خاصی رو داره. وجود نازنین امام صادق فرمودن که خدای متعال رزق همه عالم رو در کربلا میده. صبح به صبح لحظه طلوع آفتاب خدای متعال رزق عالم رو تحت قبه سید الشهدا و حرم آقا ابی عبدالله اول به زوار حرمش میده و زوار حرم برادرش قمر بنی هاشم. دو، هرچی اضافه بیاد به بقیه خلق میده. اگه دوست داری ثروتمند بشی یا اگه دوست داری راه 100 ساله رو یه شب طی کنی، فقط راهش یه چیزه، اونم ابی عبدالله، اونم اومدن کربلاست، اونم زیارت سید. شیرین چرم بغل مادر حرم حسین، شیرین چرم بغل مادر بره بالاتر علم حسین، بره بالاتر